باور کن منم اگه قرار بود پرداخت آنلاین انجام بدم دست و دلم میلرزید و دو دل میشد. ولی میخوام بگم که شما حق دارین. تو فضای آنلاین اعتماد کردن کار سختیه. ما توی دوره ترایال فیروزمون که $149 مبلغش هست، دو تا روش پرداخت داریم، یا با ویزا مسترکارد یا با پیپل. خب چرا از پیپل استفاده نمی‌کنیم؟ پیپل تضمین برگشت وجه داره کامل. یعنی اگر به هر دلیلی وارد دوره ترایال شد پیپل پرداخت بکنید، اصلا به منم اعتماد نکنید، برید تو سایت خود پیپل بخونید. به هر دلیلی شما بیزینس اومدین، بیزینس مدل رو بررسی کردین با همه وسواس‌های خودتون، به هر دلیلی میگم، حتی ممکنه شخصی باشه که به ما مربوط نیست، بیزینس رو مناسب خودتون ندیدین، اومدین 30 روز بررسی کردین، سوالاتتون رو پرسیدین، ولی باز دیدین که دوستش ندارین، مناسب شأن و شخصیت شما نیست، با یک ایمیل پول شما برگشت داده میشه. ما خودمون اینو گارانتی کردیم، گفتیم قبل 30 روز اگه راضی نبودین یه ایمیل بزنین ریفاند بکنین. حالا شما فکر میکنین من یا یکی از اون 240,000 نفری که توی این بیزینس دارن کار میکنن پول شما رو بالا کشید؟ هیچ جای نگرانی نیست، پیپل به شما اونو پرداخت میکنه. به خاطر یک پرداخت $149 که شاید مبلغی نباشه، این فرصت بزرگ رو از خودتون نگیرین. این فرصت برای آدماییه که واقعا جدی هستن تو مسیر شروع کردن بیزینس آنلاینشون. این یک مسیر بزرگ، ولی یه مسیر بزرگ با این کوچکترین قدم‌ها شروع میشه و دوره ترایال اولین قدم شماست. بعد از اینکه اسم و ایمیلتون رو وارد کرد و اطلاعات اولیه رایگان رو گرفت.